چه شد مردی بزرگ؟ قدرت پس شده ها؟ آوازت هم نمیبراید. اکا بس است اکا تسلیم شدم. با تلفن جواب ده، کلیج دهن، زود جواب ده، زود. انا همین خیل عقلت به سرت میآید. رفته بین باید آن مرد بقیه پول رو میآورد. رو. خواهرم در درون ماشین حبس شده مونده و بیرون برآمده هوای تازه رو نفس کرد. لبای گل با مکان یکای سجی می رویم، آن جایی که راهی تنگ دارد. ساعت 8 مناسب است. بله. پگاه بگو چیکار میکنیم اکا؟ هیچ. همه یک جای خوراک شام میخوریم. همراهی دوستانمان، دوستانی که مرا همچون من و فرهاد میدونند. همه شخصانی که شما رو میشناسند میآیند همین خیل است. بله، همه دوستانی از دعوایم با خبر و باوری نوک اشتراک میکنند. آیدی تو هم بسیار مراق ظاهر کردند بیاز. تو همون زن هستی. از آوازت شناختم تو همان هستی. از من چی میخوایی ها؟ تو کیستی؟ من بالای تو هستم هالدون. سایت بر این تو رو نظارت میکنم. تمام عمر با من روبرو میشوی هالدون. بس است کسی که خواهد نخواهد مانع میشود. سرده دستانت را از من دور کن. نقابت را بگیر تا که رویت رو ببینم. دمت را گیر، امضا گذار، وگرنه دستت را بریده انگشتت را با آن پخش میکنم. چه خیلی امضا گذارم؟ آخر در اینجا 40 فایز نوشته شده است. نخواد 40 فایز شود. به انصاف ها آخر کمی رحم کنید. شخصی که رحم نکند رحم نمیبیند هالدون. تو با دوست داشته ترین شخصت رحم نکردی. با این امضا گذار. اینجا است خواهرم؟ با کجا نگاه میکنی؟ وای، من به حاجت خانه میروم. ایستو، من تو رو میبرم. نه اکا، من کودک نیستم. کودک نیستی؟ نیستم، خودم میروم. این خیر باشد محلش. اکا، خواهری ما با کجا می رود؟ به حاجت خانه. چرا تنها گذاشتی؟ خودت همراهش نرفتی؟ گفتم ای بچه من کودک نیستم گفته رفت. خدایا توبه، کودک نبوده است؟ نبوده است. حق است، ببین دختری کلان شده است. باید به قماندان کلیچ خبر دهم. شاید تو این وقت دیوانه شده باشد. من به تو چی کار کردم؟ چرا اینقدر بسیار از من نفرت میکنی؟ ندانسته یا ناخواست رو عذاب دادم؟ مالت رو دزدیدم ها؟ تو جان و جگرم رو کنده گرفتی هالدون. دخترم رو از من دزدیدی. گوش کن، چی کاری کرده باشم عذر میپرسم. اگر حسابی داشته باشیم پرداخت میکنم. بعضی قرض ها پرداخت کرده نمیشود جناب هالدون. برای نکشتنی تو خودم رو با زوری به دست گرفتم. اگر با جای تو می بودم این رو امضا کرده بعداً به قفایم نگاه نکرده می رفتم. با این امضا گذار. مایلش امضا میکنم. سرت به آسمان رسیده، اما یک جای مرا تمام کرده. نمرده به قبر گذاشته،
ягон кас маро паронад то ки тамом шавад. ман ба шумо чӣ кор кардам? сарде нобакорҳо чӣ кор кардам? ту ба ман чунон корд задӣ ки захми кушода шуда то ҳол пӯшида нашудааст. ҷонам дард мекунад, дилам ранҷидааст. аз ту нафрат мекунам, нафрат мекунам. зуд бош, зуд. ака, ин духтар куҷо шуд? рафта атрофро бинем. истоӣ бача, каме сабр кун, ҳозир меояд. хуб, фаҳмо. ака, дар воқеъ бовар намекунӣ, вале ман сахт гуруснам. чӣ? охир каме пеш тановул кардӣ? бале, дуруст. худам ҳам нафаҳмидам, шояд аз хурсандиву шодӣ бошад. меъдаам бисёр ғалатӣ шудааст. майлаш, рафта ягон ширинӣ мехарам. майлаш. гурусна, гуруснае. як лаҳза ҳам ором намеистад. کلیچ با تلفن جواب ده. دستانم خمیر آلوده است. الو قماندان، من یلدز. یلدیز؟ با من بگو که فرهاد سک را یافتی. بگو که جانش را گرفتن ممکن است. خواطر نشوید. یافتم جناب. هم فرهاد و هم نزدیکانش را به شما می سپارم. در اینجا خائنان خیلی زیادند. این چی گفتنی گپ است؟ تنها نبوده است، شریک ها داشته است. بله جناب. پگاه بگوی ساعت 8 در راه اینجا سجید گفتنی جای وا می خورند. همه اشان به همونجا می آیند. بسیار خوب، آفرین. میدانستم که مرا راه افتاده نمی کنی یلدیز. آفرین به تو. اکنون با من بگو که آن خائن کی بوده است. اگر شنوید به حیرت می افتید جناب. آدمی میدانسته من است؟ او را میشناسم؟ میدانستم. آن خائن از درون خودمان است. میدانستم. اکنون به من بگو کدام مار را در آغوشمان کلان کرده ایم؟ آن خائن آدمی بیاز. یلدیز، تو گپت را پر را بگو. بگو خائن کیست؟ تو مرا میشنوی؟ پول کن. یلدیز، چی شد؟ گپ زن. چی بودنی فرهاد را بگو. یلدیز، بگو که فرهاد کیست؟ گپ زن، زود مرا دیوانه نکن. گپ زن، یک کلمه میگوی آخر بگو. فرهاد کیست؟ вай кист беяз? бо ки суҳбат дорӣ? یلدیز، هرگز کی بودنش را نگفته تلفن را خاموش نکن. در آنجا چی شدنش به من اهمیت ندارد. به من نام آن خائن را بگو زود. نو است. چی نو است؟ ماشین رو میگویم. ماشین نو است، اما زیبید است. به این هم تو به چیزهای کهنه عادت کرده ای. من بعد جانان را با این سیر میکنونی. گوش کن سواش. اگر باری دیگر نامی جانان را به زبان گیری، آن زبانت را کنده به خودت میخورانم. فهمیدی؟ چی کاری که خواهی بکن، اما به جانان مناسب نیستی. وای چقدر که درخشد تو پژمرده میشوی. و مانند ستاره خردی هستی که در نزد ماه میخواهی که درخشان باشی. چی گفتی؟ ها؟ جانان گفتی؟
چه گفتی؟ در این حیات یگانه دوست داشتم رو از من گرفتی. من هم دوست داشته ای تو رو میگیرم. با تو وعده میدهم اگر این کار رو نکنم انسان نیستم. تو به این هم انسان نیستی سوش. کسی به تو نگفته است که انسانی. به تو ندوست داشتم رو. حتی چرکی نخونش رو نمیدیم. اکنون رو در دیگر جا هوا بلندی کن. رو گم شو. حالا میبینیم جناب ایاز. عجبا خواهرت را در دستم بینی چون این هنرنمایی را کرده میتوانی. یلدیز اگر آن خائن در نظر باشد یکان اشاره‌ای بگو. بیاز با کی صحبت داری؟ خالای فاطمه اکام آمد برای همین خب کردم. یلدیز او کیست بگو. اقلا سراغش را بگو. خوبیم در خانه اکام فرهاد میستم. خانهش در چیز؟ از تو میپرسم تو چی کار میکنی بیاز؟ با خالای فاطمه صحبت کردم اکا. آخه با شما نقل کرده بودم اون زن مرا صاحبی کرد. برای خواتیر نشدنش زنگ زدم. چرا تلفن رو خاموش کردید؟ عذر میخواهم خواهرم، تو حق هستی. در کجا ایستادنت را کسی نداند خوبتر است. میدانی که دشمن ها داریم. هم ایاز و هم تو را نمیخواهم که در خطر باشد. کی بودنی ما را و در کجا استقامت کردنی ما را نباید کسی بداند. فهمیدی؟ شخصی شناختم. از این برمی آید که می شناسم. مایلش نصیب پگاه به آخر می رسد. آفرین یلدیز، آفرین. شما کجا شدید اکا؟ آمدیم. خواهرم تو سوار شو. بیایید رفتیم. ایاز تینجی است؟ از چیز دلگیر شده ای؟ همش خوب است اکا. خوب. بیایید میرویم. پسرم تمام روز در کجا بودی؟ در کار بودم. یعنی در کار بودی. اینقدر زود برای خود کار یافتی. شما چه ها میگویید؟ گیر ببین. چی شد پدر؟ تنجی است؟ چه شد پدر؟ بگیر انا این شد. این چی گفتنی گپ است میدانی؟ اثبات ناعهده برا بودنی تو است. مرا فهمیدی؟ ناعهده برا. حیوان، امروز از شخص رانده شدنت را شنیدم که دهانش بوی سیر پیاز میکند. شرمنده. اما پدرت چی کار کرد؟ 51% شرکت را به نام پسرش نام نویس کرد. اما این برای تو فرصت آخرین من است. مرا فهمیدی؟ اگر این دفعه هم ناعهده برایی کنی باز به عیض سگ مغلوب شوی، خودم تو را با دستانم میکشم. فهمیدی؟ فهمیدم پدر. ایاز اکنون نوبت من است. جانت را میگیرم، جانت را. چرا امشب گپ نمیزنید اپای بیاز؟ هیچ، به خیال فرو رفتم مزگی جان. چی رو فکر میکنید؟ اکاهایم رو. غمگین نشوید.
با فکر من این دفعه نامه نوشته شما رو انیق میبینن و در روز زادروزتان میآیند. میدونی ازگی، من در حیاتم باری هم زادروزم رو جشن نگرفتم. دویمو میخواستم، اما در دیها زادروز جشن نمیگرفتن. بعدن پدرم آهم رو شنیدن. همون سال روزی زادروزم رو جشن گرفتنی بودیم. پدرم وعده دادن که تورت میخریم. بعد پیش از یک هفته تا زادروزم خبری مرگش آمد. زود از دیها فرار کردیم. بعد مادرم و کودکی غریب مردن. گریه نکنید اپای بیاز. مایلش گریه نمی کنم. آخر برای چی گریه کنم؟ به این هم پگو اکاهویم می آیم. باری اول همه یک جای زادروزم رو جشن می گیریم. بعد ناگهان صدای در رو می شنویم. اونها آمدن. با فکرم اکاهویتون آمدن. انیق آمدن. سورپریز. تو در اینجا چیکار میکنی؟ توبه، تو مهمانان را چنین پیشوز میگیری؟ میبخشی و خانه‌ام رو چه خیلی افتی؟ پرسیدم گفتند. احسن، تو را کسی نیست که نشناسد. کی آمده است اپای بیاز؟ هیچ کس جانم، اهمیت نده. سلام ازگی، چی حال داری؟ تو شخصی نیستی که ما رو رونده بودی؟ بله، متاسفانه آن حیوان من هستم. در نزد کودک چی خیلی گپ میزنی ها؟ چشمک میزنم گفته چشمت رو از کاسه خونه‌اش میبروری. فهمو، عذر میخوام. برای همه کارهایم عذر میخواهم. مرا ببخش ازگی. سواش بگو که چی میخواهی؟ برای چی آمدی؟ آمدم تا که همه خطاهای کردم رو اصلاح کنم. از شما عذر میخواهم. به خانه درایم صحبت کنیم ها؟ گفتنی های مهم دارم. عاید مکتبتان. مادر، پدر، آرامانه خواب کنید. من بعد بیاز به ما امانت است. یگان چیز برای نوشیدن می آوردم اما دیر شده است. بهترش گپت رو بگو و رو، چون که در این بی وقتی ایستادنت خوب نیست. فهمو، این خیلی باشد زود موضوع رو میگویم. بیاز، چه خیلی که تو میدانی من نه قدر آدمی سنگدل هستم. وقتی که همراه ازگی به شرکت آمده کمک طلب کردید، وضعیت مالی شرکت ناگوار بود. میدانم که هیچ یک کاری مرا بخشیده نمیتوانید، اما در حقیقت من اون وقت با آدمون چی گفتم، چه خیلی رفتار کردم نمیدونم. با شما دقلانه رفتار کردم. همین خیلی است. اگر اجازه دهید میخواهم خطاهایم را اصلاح کنم. این رو همچون عذر قبول میکنی؟ این چیست؟ برای مکتبتون کمک نوارزنده است. بیاز، گوش کن. اگر این را برای ازگی و رفیقانش قبول کنی، نه تنها آنها را بلکه مرا نیز از جاهلی خلاص میکنی. قبول کن. نه تنها با آنها به من هم یاری ده. بگیر بیاز. اکا، در تا خونه چی است؟ چرا اونجا محکم است؟ سرواسی من شو خواهرم. وقتش آید من خودم همه چیز رو نقل میکنم. همه سیرها، آرزوها و گناهایم را یک یک به تو نقل میکنم. بین ما یگان سیر نخواهد بود. اما حاضر نمیگویم. تو اول به ما باید عادت کنی، بعد همراه نشسته صحبت میکنیم. خواهرم، فکر کن هالدو. وقتی که رفتی انسان های ترک کردهت رو فکر کن.
боре пурсидӣ ки дар чӣ аҳвол ҳастанд. пас аз рафтани ман чӣ кор карданд? азоб кашиданд ё не? падар, ба шумо чой овардам. بیا به اینجا شین. شعر بچه خودم، سلامت باش. خیریت که تو هستی، همه چیز بالا با بالای هم آمد. اگر تو دستم رو نمی گرفتی می افتیدم. تشکر. падарам, шумо ба ман дастатонро дароз кунед. ман доимо мегирам. шумо танҳо ба ман даст дароз кунед. дар онҷо чӣ гап аст? ҳалдун аз кай писарашро ба оғӯш мегирифтагӣ шуда? беҳуда умедвор нашав ҳалдун. бимирам ҳам писарамро ба ту намедиҳам. бовариам намеояд, то ҳол бовариам намеояд. چی قدر کمک پولی داده است پای بیاز؟ پولی بسیار است؟ بسیار چیست ازگی؟ به مانند دنیا پولی بسیار است. ما با این پول هم مکتب رو نجات میدیم و هم به دیگران یاری میرسانیم. همین قدر بسیار است؟ بله، همین قدر بسیار است جانم. خدایا، هزار مراتب شکرانه ات میکنم که این روزها رو به ما نصیب گرداندی. با آخر رسید ازگی جان. مکتب رو برقرار میکنیم. زنده باد. چی شد پای بیاز؟ نترس یکتایم، بارونی برکت میبارد، برکت. میدانی وقتی بارون میبارید با اکاهایم چیکار میکردیم؟ دیوانه بر این زیر بارون ایستاده خود را تر میکردیم. مادرم از بیمار شدنمان در هراس میماندند. پدرم بیمان که بارون برکت است و نصیبشان را میبینند میگفتند. تا به مانند ماهی و از آب برآمده نشویم به خانه بر نمیگشتیم. شاید حاضر هم اکاهایم در بیرون باشند؟ کی میداند؟ هیچ گپ نیست آرام شو. پایدر کجاست؟ یلدوز کجاست؟ او در کجاست؟ در را کشا، وگرنه پایهایت را میشکنم. کشا در را. بیاز خواهرم، در درون هستی. بیاز در را کشا. بیاز در را کشا. بیاز در را چرا قلف کردی خواهرم؟ بیاز من نکردم، به خدا که خطاگی شد. عذر میخواهم. در را کشا یلدوز، وگرنه پایهایت را میشکنم. التماس نکنید، ناخوش شد. التماس ببخشید. من نکردم. من یگان کار نکردم. این کار رو نکنید. من یگان کار نکردم. بیاز چی شد خواهرم؟ خوب هستی؟ بیاز خوبی بد دیدی خواهر جان؟ تموم خواهرم، گذشت، نترس. ببین ما در برات هستیم. وقتی که ما در برات باشیم بغیر از خدا دیگر از یگون چیز نترس. حالا خوب هستی خواهر جان؟ کو از جایت خیز؟ با کجا؟ در بیرون باران میبارد، نمیبینی؟ اگر باران بارد سه مشکیتیار چیکار میکنند؟ سلاحهایشان را گذاشته رقص میکنند. رفتیم. میرویم بیاز. زودتر زود باش.
بیاز بیا خواهرم، این بارانی رحمت است. بیا که ما هم نصیبمون رو بگیریم. بیا زود باش بیاز، دیدم. زود باش بیا. بیا خواهرم بیا. بیا. بیا کی فرهاد در کجایی؟ من خواهرتم بیاز هستم. کسی آوازم رو میشنود؟ کسی آوازم رو میشنود؟ در کجایید اکه هایم؟ التماس مرا پیدا کنید. تاب نمی آرم، بسیار مانده شدم. بیاز خوابی خوش خواهرم. با شما هم. شبی خوش. در روک شدمونم. مایلش. نترس، ما در همین جاییم. شبی خوش. با تو هم خواهرم. نهوری نکرده می روی؟ بله. نمی شود، این خیلی نمی شود. پسرم خوراکی دوست داشتت رو تیار کردم. املیت با کارتاشکه هست. یک لقمه بخور و بعد برم. سردید مادر، یگون چیز خوردن نمیخوام. فهمیدم تو از چیز دلگیر شده ای. چی شد پسری خوش روی اما او خنده ها رو با کجا پنهان کردی؟ کنی یک خنده کن، غمگین نشو پسری زیبایم. چی معامو داری؟ با من نقل کن. مادر سردید، معاموی من شما هستید. به احوالمو نگاه کنید. از فسادکاری، بدرشکی و دشمنی شما دلگیر شدم. با خونه کلان جای نشدیم. پدرم سحری بر وقت برآمده رفتند. اپام با سبب شما به خونه نمیآید. از کی باز اون جانانی کثافت به تو اپا شده؟ مادر، شما قبول کنید یا نکنید او اپای من است. ما رو با هم دیگر دشمن کردن نمیتواند. ایست من فهمیدم. یک لحظه بگیر این پول ها رو، بگیر خرج خوب کن، استراحت کن پسرم. شیر بچه من، آفرین. بیرا مادر، پول شما رو نمیخوام. به تربیگی نکن. تو رفت با پدرت مانند میشه. بیا
اگر من نباشم تو گرسنه میمانی. گرسنه باری دیگر اومده از من پول طلب کنی نمیدهم. ندید. در حقیقت یگان چیز ندید مادر. من خود رو نگاه بین کرده میتوانم. خود رو نگاه بین کرده میتوانست است. پس از 2 روز بعدی به پول ماندنت من تو رو میبینم. با اینجا آمده گریه کنان عذر میپرسی. مرا میشنوی طریق. Ayaz, лабай. non خریدی؟ бале смитам харидам. нав аз танур кандаанд. чунон гарму нарм аст ки беяз биё хоҳарҷон, наҳорӣ тайёр аст. майлаш, либосҳоямро иваз карда зуд меоям. یعنی آن دختره کارو حل کرده است. آفرین به نوشاگرد. نوشاگرد نیست ظفر. این کار در خون آن دختر است. چه خیل؟ در روزهای نزدیک میفهمیم، میبینیم آن دختر بهترین میشود. من تنها فرهاد را خواهش کرده بودم، اما او تمام گروه را با من پیشنهاد کرد. همه یک جایه و مکان سجید می رفتند. گله سگها. اگر این طور باشد این شام کار با آخر می رسد. نو بسته از این تو بی اهمیت نشو که این شخص تا امروز ما را عذاب داد. نباید زود خرسند شویم. راحت نمی شویم. حالا آدمانی بهترینت را جمع کن. اطاعت قماندان. اورکشی شما را جمع میزند. جیغ زدن اونها به آخر نرسید. جیغ زده باشد می رویم. رفتیم. дар рӯи миз зайтун нест ку? чӣ кор кунам ака? охир ман зайтункашон нестам ку. рафта аз ошхона биёр. ба болояш равғани зайтунро низ илова кун. хуб, зудтар. хуб шудааст. ман рафта меорам. субҳ бахайр хоҳари зебои дунёям. субҳ бахайр беяз. субҳ бахайр. боз ягон чиз дар кор аст? не, шукр ҳама чиз ҳаст. беяз ба болои он зайтун каме пудина пош, майлаш. хуб шудааст. ҷонон. гул. امر کنید. مرا جیغ زده اید. این خیل نیست قماندان. ما به تو امر نمیدیم. تنها خواهش کرده میتوانیم و بس. اصلا من از تو امر نمیگیرم بازار. چی شد؟ فکر میکنم که آشتی شده اید. مگر ما با هم زید هستیم قماندان. تو به نقصانهای خلیج اهمیت نده شاگرد. این روزها او با معماهای خودش مشغول است. برای همین کمی عصبی است. چیکار کردی؟ فرهاد را یافته توانستی؟ فرهاد معمای من است. درد شما چیست؟ این را با من گویید. گوش کن. سبب این رفتاری بی‌ادبانت را از معمای فرهاد میدانم. امیدوارم که بر وقت‌تر فرهاد را یافته به خود میآیی و مرا خرسند میکنی. بله، به مسئله اساسی میگذاریم. آدمانی در آنجا بوده را یک یک میکشی. اینها کیستند؟ یکی صاحب کار، دیگری آدمی استاد. باز نویسنده و شاعر هستند. در این منطقه نامشان بسیار به زبان گرفته می شود. مردم را تشویش می دهند. کار با سلاح نمی شده است. سلاح راه حل نبوده است.
خلاص مانعی پیش دکان هستم. زحمت شود هم تو این مانعه ها را از پیش راهمان بگیر. تو چرا کار خودت را خودت نمی کنی ها؟ امروز تو برای من پگاه باشد من برای تو کار میکنم. همین خیلی مصلحت کرده بودیم. در مدتی کوتاه این کار را با آخر رسان. کلیچ از تو خبر انتظار می شود. تصور میکنی ایاز، من مادرم رو میجستم لیکن او در برم بوده است. نفس آخرینش رو داده است. پدرم برای خیر و خوش کردن هم اجازت نداد. مادرانمان رو در یک روز و در یک مکان از دست داده ایم. همین خیلی. یعنی تو میگویی که تقدیر من و تو از اول یک رنگ بوده است. خدا درد من و تو رو یک خیل کرده است. انشالله خوشبختی ما و آینده ما را نیز یک میکند. این چگونه نگاه است فرهاد؟ هیچ. اینها چی میشده باشند گل؟ این دختر روزی از روزها دختر قاتل بودنش رو میفهمد و زمین قاتل پدرمان است. اوید این صحبت کرده بودیم. دخترک ذره عیب و گناه ندارد فرهاد. فهمو اما میدونی بعضن اویدی چی فکر میکنم بشیر؟ کاش که در اون درمانگاه جان میدادم. هنگام زندگی در حسرت دخترم ماندن در داور است. اگر دستم رو دراز کنم رسیده میتوانم، لیکن دخترم رو با آغوش گرفته نمیتوانم. به نزدش رفتم من مادری تو هستم گفته نمیتوانم. گناهگار حلدون است. برای همین یک عمر او را نمیبخشم. دیگر روی پدرم رو اصلا دیدن نمیخواهم. با اون خانه باشد هیچگاه بر نمیگردم. بر نگرد. علاجش باشد در خانه پی گل است. سالهایی است. همینطور از پیش چشمم دور نمیشوی. برخیز. تو را با بیاز شناس میکنم. این بیاز است؟ بله، خواهرمان را یافتی. بیاز، بین این جانان است. شما در خردسالی شناس شده بودید. سلام. تو رو دیده خیلی خرسند شدم. کلان شده خیلی زیبا شده ای. بشین بیاز. ایاز؟ یعنی که اکاد فرهاد است؟ اما آدم کلیچ دهم. حکایت درو دروز از خواهر. بعد ایاز با تو نقل میکنه. بشین جانم. باید زود نهاری کنیم چون که امکی صراف انتظار است. تینجی است؟ کارها رو شروع میکنم انشالله جانم. همش را بگیر بیشترم. اشتهایی تام. تشکر آشپز سجید. سلامت باشید. دستانت درد را نبیند. راست میگفتند خوراکایت با مزه. همین خیلی نزفر؟ بله عالی. تشکر. چای فرمایش دیم؟ نه، بسیار ششته. میرویم. این خبرگیری است. آمدیم، دیدیم، چشیدیم، باز میاییم. انتظار میشویم. انتظار شوید. ما یک گروه شده میاییم. بله، عالی. یعنی فرهاد در همین جایها زندگی میکرده است نه ظفر؟ بله، همین خیل بوده است. بسیار خوب. لیکن خوراک با لذت بوده؟ چی بودن لذت را میدانسته است سگ؟ ما کیف پران کردن او را هم میدانیم. معما نیست قماندان. البته معما نیست. چرا معما شود؟ بگاهی اینجا خرابزار خواهد شد تا به مرکزشان در آمده نابود خواهیم کرد.
خواستم که بر وقتر آدمان را بیارم، اما اینجا نمایان است، زود میفهمند. همین خیلی نه؟ اینطور باشه چیکار میکنیم؟ امر دهید قماندان. حمله ناگهانی میشود ظفر. از نزد میز نخسته آنها را شکار میکنیم. این بلندی ها را میبینی ظفر؟ میبینم. وقتی که ماشین ها می آیند در آن بلندی 9 یا 10 نفر سلاح به دست را فرار. از این طرفی سر درخت مخفیانه وارد شوند. فهمیدی مرا؟ آدمان با شاخهای درخت خود را نامعلوم کنند. اگر لازم آید در نزد در یک آدم را عهده‌دار میکنم تا نگریزند. این یک حمله حقیقی می شود ظفر. هم ذوق میبریم هم کار میکنیم. این جای را زیر و زبر میسازیم. فهمیدی؟ در بالای این زمین درخت زنده را نیزیدن نمیخواهم. اطاعت جناب. ناگفته نماند. تا عملیات به کسی چیزی نگو. باید با تدبیر باشیم. فهمیدی؟ سورپریز نمیخواهم. این آخران خوراک خورده فرهاد سگ خواهد شد. جناب، وظیفه داده آرخچی رو چیکار میکنیم؟ دیرتر کنیم؟ نه دیرتر نمیکنیم. میدانی که و یک آدمی ممسکی افلاس است. بسیار لق نکرده کارش را تمام میکنیم. برای حل کردن کاری او آدمانی بهترینمان را میفرستیم. خوش، اکنون میرویم. حالا کار داریم. از حاضر میتوانم تصور کنم در اینجا بیناها میشوند، ولی بیناهای خیلی بلند آشیانه نه، به هم نزدیک هم نمیشوند، تا اینکه آدمان بمالول تیرزه ها را کشاده در بالکن هایشان نشینند. در انا اینجا مکتب میشود. از اینجا کودکها، حتی از دیگر جاها هم کودکها میآیند. معلمانی که نیتی خدمت کردن را دارند کار میکنند. فرزندانمان را به آنها امانت میگذاریم. در اینجا یک چایخانه با باغچه‌اش میشود. میگویند که در شهرک‌ها قدر و قیمتی همسایه نیست. در اینجا این خیل نمیشود. آدمان نه تنها در خانه‌شان، در باغچه چایخانه هم میشینند. برای صحبت، راضی دل کردن جمع میشوند، متحد میشوند. مثل من، ما بریم انسان‌های یتیمی که برای زندگی مبارزه میبرند در اینجا زندگی میکنند. اگر ثروتمندان میلیون‌ها دلار دهند هم با آنها از اینجا یگان خانه نمیفروشیم. به نیازمندان امتیازها میدهیم. اگر شرایط مادیشون خوب نباشد، شاید چون اجاره پولی یا اینکه نمیدونم کاری کرده کمک میکنیم. یگانه چیزی که من میدونم در اینجا آدمان زندگی میکنند که درد و غم و حسرت ما رو با هم میبینیم. چی میگویید؟ به شما پسند آمد؟ پسند نآمد؟ درست حق هستید. مبلغی گذاشته‌تان را گرفته نمیتوانید، اما تو حالا اکی حسن را نمیشناسی ایاز. او در نقشه‌اش باز دیگر نیت‌ها را دارد. او را حسن کرد میگویند. به کوه برآمده است. پیش راهی آدمان را گرفته جزا داده است. به مانند من به دستش سلاح گرفته فریب خورده است. اما شکر میکنیم که به درگاه عمک صراف در آمده به خود آمدیم. علم عرفان را دیده هر دو انسان کامل شدیم. همش به واسطه عمک صراف است. نه آنقدر. انسان را انسان کننده گوهری در دل داشتهش است، وگرنه از دست ما چیزی نمی آید. همین طور نه؟ خیر، چی میگویی حسن؟ شاید درآمدی زیاد به دست نمی آری، پولی بسیار نمیگیری، اما با فکر تو ارزنده نیست؟ نمیدانم. در حقیقت نمیدانم. این کار را حل کنیم دردی گذرنده به آخر میرسد. آدمانمان را جغ زدی؟ یگید برای عملیات آدمان را جمع کرد؟ همه چیز آماده است. شما خواطر نشوید. عالی. این شب شبی ماست ظفر.
یلدیز میگوید که شخص شناخته ما است. برای فهمیدن کی بودنش بی‌طاقت میشوم. اکای حسن شنیدم درست است؟ درست است تحسین. این جوان راست و خوش میگوید، اما امکان نمیدهند. کسی که به این کشور خدمت کند بر ضد آن با شمشیر و توپ و تفنگ میپرایند، برای از دست ندادن زمین ارتش را عهده‌دار میکنند. حق هستید. ترس مرگ دست و پای انسان رو میبندد. وقتی شما را گرفتیم ببخشید. اینجا بیا ببین. این را میبینی؟ این زخم تیر است. در سینه‌ام 2 دانه و در پایم 1 تا است. قوه‌های تاریک این کشور مرا 3 مرتبه خواستند که کشم. در 3 دفعه هم اجلم بود نشده است. از مرگ ذره هم نترسیدم. باور کن. ترس من امیدشان را گم کردن آدمان است. مگر امید برپا نشده ویران می شود حسن؟ وقتی که ما به این راه سر نهادیم و برپا کردن امید کوشش نکردیم. اکای حسن تو چنین انسان نبودی. در سری کار زود تسلیم نمیشدی. کی گفت که تسلیم شدم تحسین؟ من خواستم که دشواری های این کار رو ببینم. وقتی که آتش می افروزن برای نگریختن باید آماده باشیم. یعنی چی خیلی؟ من نفهمیدم. شما راضی هستید که همکاری کنید یا اینکه راضی نیستید؟ راضی نیستم.